سر چطورت؟ خوش اومدی ویدیو دیگه. من دارکتش هستم. روز اومدیم با هم بریم پک اوپنینگ تیم 3 فوتیز. امروز میخوام رونالدو 99 رو بگیرم، سلطان رو میخوام بگیرم بذارمش تو تیمم. 100% میگیرم آقا، 100% میگیرم. قبل از شروع ویدیو تا لایک کنید، کامنت بذارید، چندم هم دنبال کنید. برو بریم سراغ ویدیو. خب آقا بریم. برو بریم. اول از پلیر پیک ها شروع میکنم. 2 تا مثبت 84 داریم، یکی از 4. 2 تا مثبت 84 یکی از 4 که امیدوارم هم اینا رو ریویلال میکنم. امیدوارم از همین رونالدو رو من بگیرم. نه فکر نمی 2 تا دورتموندی تو یه پیک. چرا میگیرم؟ حالا ببین الان پیکام اینجوری پکو رو ندیدی. حالا من خودم نمیدونم چه پکویی دارم واقعیت، ولی خب پکو خوبه، پکو قویه. پیک دومم بزنیم. خدای الان یه ایونت خیلی بد داد. اوضاع یه کمی در اختیار من نیست متاسفانه. هر بازیکنی هم داد میریم یه پک بهتر میبندیم که رونالدو رو من امرو بگیرم. رونالدو رو من احساس میکنم میگیری. اولین پک خوب، یه دفعه دو تا مثبت 84 10 تا یه مثبت. خیلی پک داریم، خیلی یو خودم نمیدونستم انقدر پک دارم. یا رافینیا هم خیلی دوست دارم بگیرم. اول از ریر پلیر پک کرایوف 99 هم اومده. حالا بچه من ویدیوی بررسی بازیکن‌ها رو هم گذاشتم، همزمان با همین ویدیو میذارم. گذاشتم برید ببینید. حالا اول من دارم پک اوپنینگ رو میرم، یعنی نمیدونم چه بازیکنایی تو پک. کاش که اول میرفتیم ببینیم چه بازیکنایی تو پک. حالا دیگه اشکال نداره، الان کار از کار گذشته، کارش نمیشه که. اولین پک چیزی نداد، من همه رو کویکسل میکنم دیگه. اینجای بازی واقعیت اینا به دردم نمیخوره. بریم. 2 تا مثبت 8. حتی یه چیزی هم من بگم، یه سری از این پک ها خدا شاهده شبیه رونالدو یورو. وای یه لحظه زدیست. نه این آلن شرره دیگه، این آلن شرره فکر کنم، بابی چارتونه. آلن شرره. داشتم میگفتم یه سری از این پک ها مال دیویژن 4 15 تا پوینت. دوباره نزدم 35 تا رو 35 شدی. آره دوباره 35 رو نزدم و این بارم باز 15 تا پوینت زدم. 3 ستایی ریل گولد خوب اسکیپ میکنم. واکاوت هم نداد. 83 دوتایی ببینیم چی میده. بازم ریل گولد. خب اینا که اصلا اینا که اصلا مطمئنم ریل گولد میده، ولی خوب دیگه خدا وکیلی تا یه جای ریل گولد بده. پک بعدی یه پک مهمه، یه بازیکن مهم قرار بهت بده. پک بعدی مطمئنی؟ آره. ببین من این تحریشی هم که گذاشتم به خاطر رافینیا شده 5 اول میزنیم یه شوکی بدیم به یه مثبت شده 5 تکی بود. فکر کنم واکاوت هم نداد، ندیدم. حداقل واکاوت بده دیگه. آره 83 داد. امیدوارم واقعا یه بازیکن خوب بده. دلغک جان خدایی یه خودت خسته نمیشه این همه تا الان. حتی واقعا از 83 من انتظار ندارم بازیکن خوبی بده. اون آلن شرری هم که داد پرام ریخت. حالا نمایان نکردم که من انتظار دارم. نه من باید خوب بده. من این همه اشتی بستیمش قاعد چیز خوب نده. ببین دیگه رفتیم تو فاز پکای خوب. یعنی الان بدترین پک خوبیه که اینه مثبت 84 دوتایی. یان زومره دیگه، از پشت موش مشخصه یان زومره. بس ببینیم دابل واکاوته یا نه فقط یان زومر خالی بود با کاسمیرو. خوبه یان زومرم به عنوان ریتینگ خوبه. بذار یه دونه دیگه 84 دوتایی بزنم. فکر کنم توتسه زیاد خوشحالم. CDM فرانسه کنته توتس.
ببین فکر نکنم این قیمتی داشته باشه، ولی گیم پلی کانته خوبه، همیشه خوب بوده. فکر نکنم قیمتی داشته باشه. بذار ببینیم. مکس پرایسش اونجا زده 60 هیچ. کانته پس میره برای اس پی سی دیگه. واقعا هم نمیخوامش، یعنی ژوانوسی که دارم فکر کنم بهتر از کانته باشه. آره دیگه آندرریتد ترین بازیکناست. کانته 85 مثبت 85 تکی. فود برسه ای داد. استیوی ویلیامسونه. من فقط سی بی انگلیسی ویلیامسون رو میشناسم. نه ووبنموی. ووبنموی سال پیش توتس داشت، راستی یادش بخیر. چه خاطرات زنده شد. خیلی خوب آقا بریم برای پک بعدی مثبت 85 دوتایی. فود برسه دوباره این فکر کنم همون ووبنمویه. نه اسی شا این ممکنه توتسش باشه، ممکنه هم ریر گولد باشه. نه گراسی چی؟ یه بار دیگه بگونش. نفهم شد. نه فکر کردم توتس داد. نه توتس نه. مثبت 84 5 تایی، مثبت 84 10 تایی، مثبت 84 7 تایی، مثبت 87 5 تایی، مثبت 85 5 تایی، مثبت 83. یو ابوالفضل چه پکایی داری؟ خدای خودم نمیدونستم چه پکا خوبی دارم. بریم مثبت 84 5 او یه لحظه خوشحال شدم، ولی خب این برگ ایونت لیگ اروپا دیگه. آره چی بود اسمش؟ اشتی چه میدونم. دریم چیسر ایونت دریم چیسر دیگه. از الان اینا رو من نمیفرستم توی دابلیک استوره یا بفرستم. 83 تا پره. من میگم طبق پکایی که داریم خواهی بفرست نمیدونم میفرستیم، ولی خب طبق پکایی که داریم من فکر کنم خیلی سریع پر شه. بریم برای پک یه دونه دیگه مثبت 84 5 تایی داریم، یه دونه دیگه هم میزنیم. بعد میریم برای مثبت 85 5 تایی. فکر کنم یه دونه داشتیم. این اصلا ایونت نداد. ووکاوت هم نداد. وای بد شد. خیلی خوب آقا اینا رو دیگه کویک سل میکنم. یه دونه دیگه هم رفت تو دابلیک استوریج هم. این باگه الان 4 تا نه نمیذارم. 4 تا رو کویک سل میکنم. 4 تا مثبت 84. این که ارور میده یعنی یه دونه از بازیکن‌ها رو اشتباهی حساب کرده و تو دابلیکیت هست. 85 5 تایی 2 تا داریم. یه دونه شو میزنیم همین الان. گفتی فوتیز میده دیگه. فوت برسه ای داد یعنی. آره سی بی هلندی از پریمیر لیگ. این فکر کنم دلیخته. آره چون وندایک سیسش اینجوری نی. دلیخت پشتش. گریزمان نمیدونم، فکر نکنم این بالای 20 کا باشه اینجای بازی، ولی بازیکن خوبیه. یعنی توتسش که من چقدر واکاوت داد. یادم توتسش اومده بود خیلی ارزون بود دیگه. الان بخوایم اینجا آره مکس پرایسش 30 کار 15 دیگه. اینجای بازی ارزونه این کارتا. فقط فودر حساب میشن برای اس بی سی. بعدی رو میخوام 86 3 تایی رو بزنم. وینتر وایلد کارت. این فکر کنم گریزمانه. نه مودریچ. پشت موشونو همیشه مودریچ و گریزمانو با اون زومر قاطی میکنم. وینتر وایلد کارت. حتی آیکون هم نیست، معمولیه، یا هیرو یا معمولیه. رایس رایس و مودریچ کنارم. آرسنال و رال کنارم. و هری کیول هم کی هری کیول من گرفته بودم به خدا. این دیگه یادم نیست. نمیدونم کی گرفتم. خب آقا 80 کوشش 85 5 تایی بزنیم. پکا توتس داد. پکا داره کمتر و کمتر میشه و بهتر و بهتر. کوین دی بروینه منطقیه. پشتش توتسه.
پشت کوین دی بروینه توتسه. رودمن چقدر بازیکن خوبیه واقعا، خیلی بازیکن خوبیه و دلم نمیاد بندازمش اسپیسی، خدایی نمیدونم الان خود میندازمش. آقا دم مهم نی، ما به سوی رونالدو داریم میریم دیگه، ما به سوی رودمن نمیریم. امروز اومدم رونالدو 99 فوتیز مامامیا رو بگیرم. تا اول میزنم بعد میریم برای ادامه صحبت. اوه نه توتال راشه، یه لحظه خوشحال شدم. بازم کوین دی بروینه فکر کنم پوشش امباپه توتال راش باشه، فکر کنم توتال راش اول ایونت بازی رو به ما داد اگه اشتباه نکنم. ویرتس، فلوریان ویرتس. نه کنم اول ایونت بازی باشه، اولین ایونت بازی توتال راش اولیش بود فکر کنم توتال راش اولیش اف 25 بود. 84 هفتایی پک بعدیمو 84 هفتایی. این فانتزیه فکر کنم، فانتزی اف سی آر دبلیو اسپانیا سری آ پدرو 91. پوشش میتونه بازیکن خوبی بده. من رشفوردو که دارم، یه سونی مارموشی. این کیه؟ سونی چیکانکوف امیدوارم اسمشو درست گفته باشم. یه بار داشتم بازی میکردم گزارشگره اسمشو چیکانگوف خوند اگه اشتباه نکنم. اینا رو که دیگه کویکسل میکنم، اس پی سی استوریج هم 10 تا دیگه پر میشه. الان میخوام 84 10 تا یا یه دونه شو بزنیم. میده وای فود برسی ده. این یورش قدش درازه. دروازه‌بان بلژیکی او کورتویس یا همون کورتوا اون موقع ها یا چقدر گیر میدادی. نه این کورتویسه، کورتوا نیست. نه ماشی حالا گیر میدادم که سر فام، ولی کورتویسه. آقا کورتویس حالا بالاخره ببین پارالئولو بازیکن خوبیه، گیم پلی داره، ولی اینجای بازی بازم گرون نی این کار. و کورتوا 90. این 84 10 تایی بزنم. اول بزنم تریل بلیزر، ایونت تریل بلیزر دروازه‌بان این که اندلر ایونت یا نه؟ این الان خیلی مهمه. اندلر گولده پشتش تریل بلیزر کیا رو داشت؟ پوپ 90 ولم کن خدایی. یادم رافینیاش تو چیز بود، توی اسپیسی اومده. خیلی خوب منطقیه. پک باز شد. بازیکن خوبی داد خدایی. کاش که دیگه کویکسل نمی‌کردم اینجا. 87 نه بعد 88 دوتایی بزنم. این دیگه فوتیز نداره، باید بزنی تو سر خودت. 88 دوتایی فوتیز رو رد کن بیا. فوتیز اصلا از اول ویرگول داد چی؟ پشتش وایسا پشتش ماشی فودن پشتش 88 مطمئنم پشتش هم ریرگولده. اوه چی پشترش دیگه احساس کنم بذار اینو بزنیم. 85 شایو جان من، این دیگه باید یه فوتیز بده خدایی. حالا سیم فرانسوی از نمیدونم این کیه، خدایی نمیدونم این کیه. رایان چرکی و پشتش هم اسکات. توی پک ممکنه بدی دیگه، تو پک فکر نکنم. رایان چرکی هم داشتم تازه خدا ایوالله. خیلی خوب بزنیم فوتیز تیم رو. آیکون نمیده هیرو و باز خدا یه مسی 99 اینجا بده. بذار با پای آقای آکاوادو بده. یه مسی 99 اینجا بدی واقعا ممنونت میشم. همین دیگه، واقعا مسی 99 داریم تو تیم 2. نونو مندز 90 یا یه مسی 99 یا یه نونو مندز 99 دیگه. یا رونالدو
رونالدو تو تیم 3 مشتی. رونالدو تو تیم 3 بخوای آورد این کسی زنه بابا کیه این؟ حالا شاید واقعا بازیکن خوب باشه. برزیل شاید خوب بود. کیه این؟ فکر کنم خوبه. بعد دبینیا این همه من 3 ساعت منتظر بودم موندم تا این یارو رو به ما بدیم مرتی که خب بریم آقا بریم 2 تا پک مثبت 85 10 تایی بستیم. اولیشو میزنیم. خب بریم توتسات خوبه آقا میتونیم 85 10 تایی بعدی رو ببندیم. دابل واکاوته چون این توتسا خیلی فکر کنم ریتش بالا باشه. آره 96 پشتش هم 2 تا 96 توتس خوبه. دبلیو خوب داد 2 تا 96 توتس خوبه خودش. یو ابرفس چقدر توتس داد یا علی. پک خوبی بود خدایا. یه فوتیز تاندر استرایک استی فرانسوی از پیخونه 97 یا معمولی 89. پیخونه فوتیز بود یا چیز بود؟ فوتیز بود یا گریت آف دی گیم بود؟ اگه فوتیز باشه که کلا نمیداد اینجا. دوره ارور خود فکر کنم دوباره یکی رو ننداخته بود تو دابلیک استوریج. هی داریم این بایر رو میخوریم. ببینیم تو پک چیه. ممکنه تو پک فوتیز باشه که نبود ولی الان ما بردی که کردیم اینه که تو یه دونه پک 3 تا توتی 3 تا توتس گرفتیم که با همین توتس ها میتونیم بریم 3 تا پک مختلف ببندیم. پس بریم برای پک های بعدی. خب آقا یه پلیر پیک قول بستیم همین اول. اگر این خوب داد بازم ازش میبندم 1 از 5 کمپین میکس. این همونیه که فوتیز تیم 1 و تیم 2 رو فکر کنم میداد. وسطی و شیپ شیفتر رو آرتیتی اف وینر. فابینیو 95 اولی کیو میده؟ ووبن موی فوتیز بده. اندریک نه فوتیز بده جان من. آخری فوتیزه. وایسا بذاری با رمز بریم. 3 بار دستتو بده بالا. دستتو باش این دمبل رفتار کن. دمبل میزنی با دستت. بعد با گوشت زبده رو بزن. جوری سخته. زارت این برای این بودش که بازیکن بعد بهت بده. بدبخت رو فکر کردی من کمپین میکس رو دیگه نمیبندم. میریم برای پلیر پیک بعدی که سرش میخوام تیممو به فنا بدم. انکور آیکون پلیر پیک مثبت 94. قبل از این میخوام یه سری بازیکنم بگیرم. یه دونه پک مثبت 85 10 تایی دیگه داریم میزنم که دوباره بازیکن بگیرم. با این بازیکن برم انکور آیکون پیک ببندم که باش بازیکن بگیرم بذارم تو تیمم و این قدرت من میزنم مثبت 85 10 تایی. یه فوتیز رونالدو 99 همین الان توتس داد. گولیت این چقدر. آره گولیتو دارم. گولیت 93 توتس داره. نه این تاندرستاره پوشش توتسه. پوشش توتس یه توتس خوب بده دیگه بابا خدایی. ماریانو به دردم نمیخوره بابا. اینیگو مارتینز ژاوی گولیت چیکانکوف. ببین الان من انقدر میتونم پک ببندم نمیدونم کدوم پک رو ببندم. یعنی آیکونه اول کدوم بزنم بگو. اولیش تو بگو. اول وسطیو بزن یه دونم دستاتو پرت کن بالا یواش بگیر. وایسا الان بگو. وایسا بگو من وسطی و از بین 4 تا چجوری انتخاب کنم مشتی؟ دومی هستم تو چپ.
دومی از سمت چپ و آره دستاتو پرت کن بنداز. مشتی چی دستت پرت چی کن بندا. می‌خوای؟ آخه لوئیس فیگو نه بابا من دستاتو نمیدونم با یواش چه بنداز بالا زبونی بگی، بگم. نه اینکه بره بالا. واسه من نمیدونم با چه زبونی بگم. من لوئیس فیگو رو نمیخوام. من واقعا پیک سوم میخوام. آها اولی رو میزنم. جان من زیکو بد نی. زیکو بد نی. بیا با وردای من بهتر بازیکن گرفتی بعد بخ. کلوی وردن خوب نیست ولی فوتیز زدم. مهم اینه فوتیز اته وایسا اینم که فوتیز. آقا ببین من لوئیس فیگو رو خوشم نمیاد ازش ولی فقط در همین حد که بریم یه قیمت چک کنیم ازش خوشم اومده. یه قیمت بریم ببینیم کلویورت و آی فیگو چه قیمت فیگو لوئیس فیگو که 19 کاه بی شرف. کلویورت احمق پاتریک کلویورت 18. زیکو چنده زیکو 11. آقا من واقعا دیگه قیمت ها اینجای بازی خیلی بده. خب فیگو رو که بر نمیدارم. کلویورت رو بر میدارم. ترایولو پلاس داره. توی گیم پلی این هفته ازش استفاده میکنم. حداقلش همینه دیگه. تو گیم پلی این هفته ازش استفاده میکنم. این ور یه دونه از این پلیر پیکو داریم. اینم میخوام بزنم. اوه. بریم پیکر رو بزنیم برگرد. برو بریم. این دیگه خیلی واقعا خوب. خوب نه ناراحت میشه. بله منطقیه. آقا با رمز من میریم دیگه. 1/5 مثبت 95 شیپ شیفتر RTTF وینر و فکر کنم فوتیز تیم 1 و تیم 2 هم باشه. 3 2 1 ایسا داداش چطوری؟ زدم پیکو با همین رمز با همون لن وسطی رو میزنم. خوبه دبلیو. اما مثبت 95 96 گرفتی خوبه؟ نه این RTTF وینر برای همین خوبه. بنتنکور خوبه. سومی میزنم فکر کنم فوتیزه. دو تا RTTF وینر. ولی خب این خوب نی. بنتنکور رو ترجیح میدم. اینم فکرم وای فوتیز نه RTTF وینره. وای بابا دیگه یه RTTF وینر خوب بده. ای خدا یعنی ویلیامسون خوبه ولی آن ست بود. بنتنکور رو برمیدارم. چنده؟ 95 کا مکس پرایس. ببین یه چیزی بگم. بگو. من امروز تا بازیکن خوبی نگیرم دست بردار نیستم. بل نمیکنه. میریم برای پلیر پیکای مثبت 87 1 از 3. برو بریم برای اولین پلیر پیک مثبت 87 1 از 3. دیگه از تو این فوتیز بده. واقعا وای خوب. آها خدا چی بگم. ببین میدونی چیکار میخوام بکنم. چیکار؟ پلن بی 7 تا مثبت 84 10 تاییه. تا جایی که توتس داشته باشم میبندم. تا جایی که توتس داشته باشه و زنده بتونم بمونم میبندم. بریم برای پکای بعدی. من بازیکن خوب میخوام امرو. من یه رونالدو 99 رو باید امرو بگیرم. حالا هر قیمتی که شده من میگیرم این رونالدو 99 رو. پس بریم برای پکا. خب آقا حاج کریم بنزما و ویکتور گیوکرش رو انداختم اسپیسی به عشق رونالدو که فقط اینجا به من یه رونالدو بده. نمیدونم کارم درست بوده یا نه. من مطمئنم کارم درست نبوده که
دو تا از بهترین اسی ها نوک حمله ما انداختم اسپیسی، ولی 3 تا پک مثبت 84 10 تایی داریم. اولیش فوتیز نداد، استرایکر نروژی از آرکما پیل. خب این هگربرگه، پشتش فکر کنم چیزه، اسمش یادم رفت. آره همین، باز اسمش یادم. مغز ماهی. این فانتزی نبود یا فانتزی اون یکی بود؟ این فیوچر استار بود. آره خب اولیش که همونجور که دید بازیکن خوبی نداد. وای خدا وکیلی بخواد همینجوری پیش بره من اعصابم خورد میشه. خوبه 84 10 تای بعدی این فیوچر استار اسی سنگالی از پریمیر لیگ. نیکولاس جکسون، فوت برسی و فرمین. بله فرمین لوپز. آقا یعنی اینقدر کمیاب فوتیز تیم است که یه دونه فوتیز حداقل چرت و پرت بده به من دیگه. بابا خستم کردی. کلا 2 تا فوتیز زدم، یه دونش که فقط مال تیم 1 بود، یه دونش هم مال تیم 2 بود و آخرین پک مثبت 84 10 تایی. آیکون سی ام انگلیسی فکرم لمپارد. یس بخورم بناخرید لمپارد فوتیز. من نمیدونستم لمپارد فوتیز تو پکو هست. لمپارد فوتیز میگیره این باز دیگه کارم فوتیز گرفتنه دیگه. تو رو خدا گرون باش. میمردم تا همین 2 تای اولی رو میدم. آقا مهم اینه که فوتیز گرفتم. واقعا مهم اینه که فوتیز گرفتم. به نظر خودم استاتسش که خیلی خوبه، پلی استات پلاسش خیلی خوبه و به نظر خودم مهم اینه که من فوتیز گرفتم. وای فکر کن آخرین پک اومدم یه فوتیز گرفتم دیگه. چی بخوای دیگه واقعا. رونالدو بده بابا. آخرین پک فوتیز گرفتی دیگه. من نوک حمله همو انداختم اسپیسی، بهم رونالدو نداد. وای ببین دیگه خواستم بگم بریم یه پک دیگه بزنم. میدونم نه من دیگه حوصله دارم نه شما. دمتون گرم تا آخر ویدیو دیدید. ورشکسته شدیم، رفت تیممون به فنا رفت. پروژه با موفقیت شکست نخورد. خب پروژه‌مون به فنا دادن تیممون بود تا فوتیز گرفتن رونالدو همونجور که میدونید. و دمتون گرم تا آخر ویدیو دیدید. میدونم تو ویدیو دیگه. خدافظ.